المپی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی مبین ارگاشف شام 28 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه در حضور 4500 تماشابین در دور دوم مسابقات انتخاباتی جام آسیا 2022 در گروه ب که بازی‌هایش در تاجیکستان می‌گذرد به دروازه نپال 6 به بی‌جواب زد. پیروزی بیچون چرای تاجیکستان را در این بازی گل‌های زده شیروان محمدشایف، شریف جان صالحوف، رستم سویروف، محمد علی عزیزبایف، وحدت حنانوف و امام علی احمد خان تامین کردند. یادآور می‌شویم فوتبال بازان تاجیک در بازی اول نیز با شرافت گل یگانه وحدت حنانوف در دقیقه 87 بر تیم لبنان پیروز شدند و اکنون شام یکشنبه 31 اکتبر ساعت 19:00 باز هم در ورزشگاه مرکزی به دیدار تیم ایران خواهند رفت. برای تیم تاجیکستان در این رقابت نتیجه مساوی هم کافی است که به دوره بعدی مسابقات جام آسیا 2022 راه خط بگیرند، ولی تیم ایران تنها در صورت پیروزی بر صاحبان میدان میتواند جای اول را در گروه ب به دست بیاورد.